برای پاس داشتنی خاطره نیکی افسران و سربازان و آنهایی که جان خود را در جنگ بزرگی وطنی بهر آزادی کشور نثار کرده اند، گلچنبرها گذاشته می شوند. برای گلچنبر گذاری آماده با از پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت، سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان. مجلس ملی و مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، از حکومت جمهوری تاجیکستان
از وزارت مدافعه و دیگر ساختارهای قدرتی جمهوری تاجیکستان. از سابقه‌داران جنگ بزرگی وطنی سالهای 1941 1945 از کارپوس های دیپلماتی مقیم شهر دوشنبه از پایگاه حربی 201 فدراسیون روسیه در جمهوری تاجیکستان. بگذار با نوری قلب‌های منت پذیری ما محبت و احترامی بی پایانی ما نامی رزمندگانی هلاک شده همیشه روشن و درخشان باشد. به یاد می آریم آنهایی را که در حفظ وطن جان دادند، آنهایی را که برای آزادی با دشمن مبارزه بردند و آنهایی را که تا روزی غلبه بزرگ با ما نرسیدند.
قهرمانها هیچگاه از خاطرها فراموش نخواهند گشت. سر فرود میاریم به یاد مقدسی فرزندان، پدران، برادران، خواهران، همیراکان، دوستان و رفیقان و نزدیکانی که از این جنگ برنگشتند. بحر خاطره افسران و سربازان و آنهایی که جان خود را در جنگ بزرگ وطنی برای آزادی کشور نثار کرده اند، دقیقه خاموشی اعلام کرده می شود. شان و شرف به جنگاوران، قهرمانان و به آنهایی که در مبارزه بهر حفظ وطن و آزادی و استقلالیت آن جانبازی ها کردند. پرد نظام با مارش تنتنوی موافق روتا یکم رو برو دیگران بر راست گرد در مسافه 105 توجه بر راست با قدم